بیا تا یادت بدم خیلی راحت امسال پاپوشتو خودت درست کن. با مت اندازه قد پا دور پا و از انگشت بزرگ تا برآمدگی پاتو بگیر. بعد با توجه به اندازه‌ها 4 تا پارچه برش بزن، 2 تا آستری و 2 تا پارچه اصلی که اینجا اندازمون شد 24 در 22 سانت. به ترتیب ویدئو پارچه ها رو روی هم بذار، وسط تا بزن و سر انگشت تا برآمدگی پا که شد 12 سانت روی پارچه تا خورده علامت بزن و با فاصله 2 سانت کناراش برش بزن. حالا پارچه آستری تو بذار روی پارچه اصلی تو قسمت مستطیل داخلش رو بدوز. بعدش آستری تو برگردون زیر پارچه اصلی تو، یه بار دیگه لباشو بدوز. حالا دوباره وسط تا بزن و 4 طرفش رو هلال بده تا شکل پا رو به خودش بگیره و در نهایت بدوزش، برش گردون، پات کن و از هنر دستت لذت ببر. من هر روز توی پیجم کلی ایده خلاقانه و آموزشی رایگان دارم برات که مطمئنم به دردت میخوره. این آموزش رو بفرست برای دوستات، پیجم هم فالو داشته باش.